سلام بر شما. طاهری سفر هستم با اخبار امروز جمعه 11 مارد. در تاجیکستان آمادگی برای پرسی بحث برانگیز درباره اصلاح قانون اساسی شروع شد. در جلسه کمیسیون مرکزی انتخابات و رایپرسی روز 11 مارد مسئله های آمادگی برای پرسی را بررسی کردند و گفتند در داخل کشور برای رایدهی مردم 68 حوزه انتخاباتی و در خارج از آن 38 حوزه تأسیس داده می شود. وکیلان پارلمان تاجیکستان به خصوص از حزب خلقی دموکراتی ماهی انور طرح اصلاح شده کنستیتوسیا را به مجلس نمایندگان پیشنهاد کردند که اجازه می دهد امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان به طور نامحدود در انتخابات پرزیدنتی شرکت کند. در صورت اصلاح قانون اساسی رستم امام علی پسری رئیس جمهور نیز می تواند در انتخابات آینده ریاست جمهوری در سال 2020 نامزدیش را پیشبری نماید. رایپرسی روز 22 می امسال برگزار می شود. در تاجیکستان روز 11 مارد روز مطبوعات را تجلیل کردند و در زمانی که بحران اقتصادی وضع مالی روزنامه ها را بد کرده و خبرنگاران را محتاج کرده است. چند از تلویزیون اشتها در دوشنبه به رادیو زدی گفتند سری وقت پرداخت نشدن مزد کاری خبرنگاران، نشر نشدن گزارش‌ها از ترس تعقیبی مقامات آنها را خجالت زده کرده است. وقتی که مشکلات آنها را می‌بینیم غصه می‌خورید، خود ناراحت حس می‌کنید، سری خود به کجا زدن نمی‌دونید. در این روز بعضی از رهبران ناحیه‌ها در تاجیکستان به خبرنگاران هدیه و افتخارنامه‌ها تقدیم کردند. روز مطبوعات در تاجیکستان را به مناسبت نشر بخارای شریف اولین روزنامه به زبان تاجیکی در سال 1912 تجلیل می‌کنند. حامیان حقوق می‌گویند در تاجیکستان مطبوعات آزاد نیست و خبرنگاران از مقامات می‌ترسند و واقعیت‌ها را نمی‌گویند. یک جوان تاجیک که از سوریه برگشته است میگوید عمدتاً جوانان کم سواد تاجیک به آسانی فریفته گروه‌های افراطی میشوند و به صف گروه دولت اسلامی میپیوندند. باباجان قرابایف ساکن 30 ساله شهر وحدت بعد رفتن به سوریه از کردش پشیمان شده و آخر سال 2012 از صف گروه دولت اسلامی گریخته به تاجیکستان برگشته است. باباجان روز 11 مارد به رادیو آزادی گفت بعد بازگشت به تاجیکستان در آخر سال 2015 مقامات او را بازپرسی و سپس عفو کردند. مومن احمدی و برات یوسفی با باباجان قرابایف در دوشنبه صحبت کردند و حالا بخشی از این صحبت را میشنویم. در اوجا من بسیار ناراضی بودم ام دولت اسلامی مرا بسیار ایدم آدم میگشت شبهه میکردن که من آدم حکومتمو همین جاش کوفتسته بودن که همین را چخی کشیم به قتل رسونیم. اوجا یکدیگر را مثلا باور همین خیلی آدم عقیده‌اش ویران میکردن که یکدیگرمون را باور نمیکردیم. بعد در اوجا من وحشیگری و حیوانگری فسادی را در اوجا دیدم. مثلا اسلام نبوده یگان چیزی که همون فقط غارت میکردن و میکشتن و هم خیلی چیزا را. بعد من گفتم که اینجا میرم همون روزه که مثلا من خستم اومدم به یک عربه گفتم که تا همونجا را چند میگری؟ گفت که 15,000 لیری سیریسکی. همون 15,000 را گرفتیم دادم شد در تاکسی و خستم به راه اومدم برای که ممکن که این دفعه انیق میبردن میکشتن برای که بسیار نگاهاشون شبهناک بوده. همون روز باید بود مثلا من ناراضی بودم آخی مرا که فریو که دروغ که برای دروغ که برده بودن همونجا من بسیار ناراضیگی میکردم. ایما شبهه میکردم آدم حکومت گفته مثلا ایدمون فقط یک نفر موندگی میگشت هم خیلی چیزا را. بعد ما اینجا یگان مسلمانی حقیقی را بگیم که ندیدیم. 6-7 گروه ایش برزید ایش میجنگه همه مسلمان همه ایوه جهاد کن. بعد گفتم که سیرانو این روزای پگه یا دیجم میمرم یا که میکشنم. خستم گفتم در نصیب باشه دیداری وطن میرسم نباشه هیچی. در اوجا ما را دروغ هم میگفتن که در گرانیس 18,000 آدم солдат در اوجا هسته گذشته نمیشوه. حقیقت چه گویم در اوجا یگان خیلی солдат هم نبود یگان خیلی چی هم نبود آزاد خستم گرانیس را آمدم.
گزارش کامل در این باره در وبسایت azadi.org. حکومت تاجیکستان یکی از کارخانه‌های بزرگ صنعتی را خصوصی می‌کند. کمیته اموال دولتی و سرمایه‌گذاری گفت جریان قبول سندها برای فروش جمعیت سهامی ترانسفورماتور در شهر قرغان‌تپه آغاز شده است و آخر همین ماه به پایان می‌رسد. قیمت اولیه سهمیه‌های کارخانه ترانسفورماتور تقریباً 5.5 میلیون سامانی را تشکیل می‌دهد. کارخانه ترانسفورماتورسازی قرغان‌تپه در زمان شوروی یکی از کارخانه‌های بزرگ صنعتی ختلان بود، اما حالا به سبب کم شدن طلبات به محصولاتش کار نمی‌کند. در شبکه یوتیوب برنامه نوی شام دوشنبه نشر شد که تقدیم مؤلفان برای جشن نوروز است. برنامه 2 ساعتی تنها از طریق اینترنت نشر می شود. جانبک مرادوف آوازخوان تاجیک و مؤلف برنامه روز 11 مارت به رادیو آزادی گفت هدف شام دوشنبه معرفی و تبلیغ موسیقی تاجیکی است. در برنامه حجم نگاران جوان و سابقه دار با مهمانان که آوازخوان و هنرپیشه و چهره‌های شناخته هستند شوخی ها می کنند. مهمانان برنامه نوروزی در این هفته جوربک مراد، شبنم سوریا، خواهرش فرزانه و دیگر ستاره‌های موسیقی تاجیکستان بودند. و اخبار و ویدیوهای بیشتر در وبسایت آزادی، در صفحه‌های ما در فیسبوک، توییتر و یوتیوب و هم زمینه رادیو آزادی برای تلفن‌های همراه.